سلام دوستان، به چنل شبگرد خوش اومدید. این داستانی که امشب قراره براتون بگم هم ترسناکه هم بحثای دینی داره. ممکنه به ذائقه بعضیا جور در نیاد. قبل اینکه ناراحت بشید خواهشاً داستان رو کامل گوش کنید. داستان در طی 2 پارت در کانال قرار داده خواهد شد. توی کامنت ها نظر خودتون رو مطرح کنید. اگه موافقین لایک رو بزنید تا بریم سراغ داستان. سلام، هادی هستم. متولد 58. بعد قبولی در دانشگاه تهران با همکلاسیم زهرا خانوم ازدواج کردم. با کمک خانواده یه آلونک گرفتیم. تهران موندگار شدیم. چند وقتی داخل دانشگاه با بچه‌های روشنفکر راجع به این که دین اسلام خرافات و یک توطئه بوده که اعراب برای کشورگشایی ابداع کردن که به کشورها حمله کنن و تمام هست و نیست و فرهنگ مردمان رو به تاراج ببرن. همین بلا رو هم سر ایران آوردن. گفتگو میکردیم. بعد از یک مدت ماهواره مد شد. ما خریدیم. بیننده شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور شدیم. یک مدت چند تا شبکه دیدم که کلاً با دین اسلام و پیامبر اسلام مشکل داشتن، مثل پارس تیوی و زرتشت تیوی. خلاصه من بچه مسلمون شیعه شدم یه هدایت یافته زرتشت، ولی زنم یه خانم معجبه و پایبند به تمام اصول دین اسلام بود. مرتب نماز میخوند، قرآن میخوند، روزه میگرفت، ذکر میگفت. خدا ازش راضی باشه. من هر کاری کردم زنم از خرافات اسلام دست بر نداشت. میگفت اسلام هدیه‌ای از طرف خدا برای هدایت ما انسان‌ها. منم میخوام تا آخرین لحظه زندگیم بگم اشهد ان لا اله الا الله. عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. من میگفتم خانم جان بله خدا وجود داره. خب این جمله رو به فارسی بگو. به نام پروردگار و ایزد منان. ما ایرانی هستیم. فرهنگ و تمدنمون از اعراب قدیمی تره. ما اهورامزدا و کوروش رو داریم قبل اینکه محمد باشه. ما اوستا رو داریم قبل اینکه قرآن بیاد. اسم دین روشه. دین اسلام دین عربیه. این دین واسه عرباست. بی خیالش شو. فردا بچه دار میشیم. بچه‌مون راهش درست باشه. آگاه باشه. زهرا میگفت اگه به من بکشه بچه‌مون میشه بچه مسلمون، راهش هم درسته. هم عاقبتش به خیر میشه هم آخرتش. ولی اگه به تو بکشه میشه آتش پرست. که اگه دینشون درست بود خدا پیامبر محمد صلی الله رو نمیفرستاد واسه هدایت انسانها. تو کافری، خاک تو سرت. از سر کار می اومدم میدیدم زنم داره نماز میخونه، میرفتم چادرش از سرش میکشیدم، مهرشو بر میداشتم که نماز نخونه. اونم بی خیال نمیشد، به نماز خوندنش ادامه میداد. تموم که میشد پا میشد یه فسکتکم میزد، فوش میداد که این کارا رو نکن. خدا قهرش میگیره، سوستکت میکنه. منم بهش میگفتم زن اینا همش خرافاته. به خاطر اینه که عربا ورزش نمیکردن. میگفت نماز بخونی ثواب داره. که اونا هم هی برن تو رکوع و سجده رگاشون باز بشه. میگفت قرآن بخونی ثواب داره. که اونا مطالعه کنن حافظهشون قوی بشه. میگفت دور کعبه طواف کنی 7 مرتبه ثواب داره. ولی به خاطر این بود که هر روز برن ورزش کنن، قدم بزنن، سالم بمونن. میگفت ماه رمضان روزه بگیرید ثواب داره، ولی به خاطر رژیم بوده که معدهشون استراحت کنه، بدن سموم بدنشون رو دفع کنه. زن یه خورده فکر کن، تو تحصیل کرده ای. زهرا میگفت پیامبر این علم از کجا آورده بود؟ من میگفتم از کتابای دیگه. خب میگفت تو کدوم کتاب نوشته نماز خوندن ورزشه، قرآن خوندن مطالعه است، طواف ورزشه، روزه رژیمه، وضو گرفتن 5 بار برای تمیز شدن بدنه. تو هیچ کتابی قبل پیامبر نبوده. احمق. الان این پیشرفت کرده، فهمیدن، به خورد تو کردن که بیدین بشی. خلاصه از این حرفا. یه مدت هم گوشی موبایل مد شد. برنامه‌هایی مثل فیسبوک اومد که من با چند تا گروه خدا ناباور آشنا شدم، مثل من زئوس هستم و آتئیست ایران. این شبکه‌ها بود که دوباره تحولی در من ایجاد شد. من روشنفکرتر شدم آتئیست خدا ناباور. اون موقع به دین اسلام اعتقادی نداشتم. الان دیگه به هیچی اعتقاد ندارم. هر کسی هر چیزی میگفت باید حرفش سند میداشت که من باور میکردم.
خلاصه سرتون رو درد نیارم. بریم سر اصل مطلب. ماه رمضون شد. من میخواستم تغییر شغل بدم. کافی نت داشتم. از کارم خسته شده بودم. میخواستم با دوستم بوتیک لباس بزنیم. قرارمون شده بود بعد از ماه رمضون شروع کنیم. اون 1 ماه رو من بیکار بودم. خانواده زهرا قرار شد برن شهرستان. به زهرا گفته بودن که باهاشون بره. زهرا کرمانشاهی بود. خلاصه این سفر نصیب منم شد. زهرا کلی قسم و آیه داد که هادی جلوی بابام اینا از دین حرف نزنی، توهین نکنی ها. تو کار خودتو بکن، به ما کار نداشته باش. این 1 ماهو زهرمار نکن. بذار خوش بگذره. حرکت کردیم به سمت شهر زیبای کرمانشاه. رسیدیم. چه آب و هوایی داشت. خداییش چه مردم خوب و محترمی داشت. رسیدیم خونه پدر بزرگ زهرا. احوال پرسی کردن و ما رو به خونهشون راه دادن. خانواده زهرا کلاً 3 نفر بودن. پدر و مادرش و خودش. کلاً یه دایی داشت، یه خاله که اونا هم کرمانشاه زندگی میکردن. هر شب دم افطار می اومدن پیش ما. به احترام ما که دور هم جمع باشیم. خونه پدر بزرگ زهرا خیلی بزرگ بود. حیاط داشت، باغچه داشت، زیر زمین داشت. خیلی باصفا بود. گاهی اوقات هم واسه افطار به خونه فامیلاشون دعوت می شدیم. یا همسایه ها دعوتمون می کردن. چون از تهران رفته بودیم. خلاصه 6 روز از رمضان گذشت. همه دور هم می گفتن و می خندیدن. افطار می کردن و سحری پا می شدن. نماز می خوندن. منم اینا رو می دیدم. هرس می خوردم. که اینا چرا دلاراست میشن؟ اصلا اگه خدایی وجود داره با اون همه قدرت چرا لنگ سجده ما انسان ها باشه؟ یا ما نصف روز چیزی نخوریم که چی بشه؟ که یه شب سحر بود. همه بیدار بودن. منم داشتم با گوشیم ور میرفتم. هنوز اذان صبح رو نداده بودن که خاله زهرا رفت داخل حیاط وضو بگیره. چشمتون روز بد نبینه. چنان جیغی کشید که همه پریدیم رو هوا. سری رفتیم بیرون. دیدیم بیهوش رو زمین ولو شده بود. زنگ زدیم اورژانس. اومدم بهش سرم وصل کردم. گفتم مراقبش باشید. خوب میشه. بعدش هم رفتن. ما هم رفتیم تو خونه. اتاق مردا و زنا جدا بود. زنا رفتن تو اتاق کنارش نشستن. فکر همه درگیر بود که چی شده، چه اتفاقی افتاده. پدر بزرگ و شوهر خاله زهرا رفتن تو اون اتاق. داشتن با زنا حرف می زدن که دیدم حرف زدنشون مثل پچ پچ شد. خب آدمم دیگه، کنجکاو شدم. رفتم ببینم چی میگن. میگفتم مریم یه چیزی دیده، ترسیده. مادر بزرگ زهرا میگفت من هر موقع داخل حیاط جارو میکنم از زیر زمین صدا میاد. چند بارم که شب رفتم دستشویی چند تا سایه دیدم رفتن داخل زیر زمین. مادر زهرا گفت مادر جان از که اینجوری شده؟ مادر بزرگ زهرا گفت الان 3 ماه شده شبا که میخوابیم از زیر زمین صدا میاد. خیلی وقته نرفتم اونجا. راستش میترسم. چند بارم به بابات گفتم. اونم گفت باشه. ولی کاری انجام نمیده. منم که این حرفا رو شنیدم گفتم اینا چقدر احمق هستن. روح و جن آخه کی باور میکنه؟ این چیزا رو بازم جماعت خرافه پرور و خرافه منطق. خلاصه صبح شد. حال مریم خانومم بهتر شد. البته یه مقدار. چون میگفت همه جاش درد میکنه، قفسه سینه‌اش درد میکنه. بردنش درمانگاه. ازش نوار قلب گرفتن و فشارشو گرفتن و قندشو چک کردن. همه چی خوب بود. آوردنش خونه. وقتی که ازش پرسیدن قضیه چی بوده گفت از دستشویی که بیرون اومده نشسته کنار شیر آب وضو بگیره. دیده یه زن قد بلند زشت از پله‌های زیر زمین داره نگاش میکنه. اونم جیغ کشیده. دیگه چیزی یادش نبود. بعد هم مادر زهرا به باباش گفت مادرم میگه اونجا هی صدا میاد. چند بارم شبا سایه دیده. چرا نمیرید پیش دعانویس؟ نکنه خونه جن داره. که من دیگه طاقت نیاوردم و گفتم بابا این چه حرفیه؟ آخه جن کجا بود؟ دعانویس ها همه دروغگو و شیاد هستن که فقط از مردم پول میتیغن. نکنید این کارا رو. مریم خانم روزه بوده. 100% آب بدنش کم بوده و فشارش افتاده. خب معلومه دیگه آدم یه دفعه نصف روز چیزی نخوره بدنش خالی میکنه. که این چیزا هم عادیه. چرا فقط مریم خانم دیده؟ ما ندیدیم؟ که زهرا گفت هادی مادر بزرگم هم دیده. میگه صدا میاد.
من گفتم نه بابا، این چیزا همش دروغه. اینا رو یه سری آدما سرهم کردن که از آدمای ساده و معتقد سوء استفاده کنن. شما چند تا آدم عاقل و بالغ هستین، این چیزا رو باور نکنید. که یه دفعه مریم خانم گفت یعنی من دروغ میگم آقا عادی؟ منم دیدم اوضاع خیته، گفتم نه، همچین جسارتی نکردم خاله جان، فقط نظرمو گفتم. ببخشید، معذرت میخوام. دیگه خودم وارد بحثشون نکردم. صبر کردم خودشون تصمیم بگیرن. بعد از کلی بحث و مشاجره به این نتیجه رسیدن که خونه جن داره، باید برن دعانویس یا جنگیر بیارن خونه. مادر بزرگ زهرا گفت من از همسایه ها پرسیدم که دعانویس سراغ دارن یا نه. گفتن یه سیدی هست که همه میگن کارش خوبه. من آدرسشو گرفتم. صبح میریم پیشش، بهش میگیم. همه قبول کردن. اون شب عجیبی بود. وقتی به همه نگاه میکردم فکراشون مشغول بود. باور کنید کسی از ترس تا صبح دستشویی نرفت. منم به خاطر اینکه ثابت کنم اینجور چیزا خرافات هست پا شدم رفتم داخل حیاط، رفتم دستشویی. اومدم بیرون، حتی چند دقیقه هم داخل حیاط نشستم. دیر رفتم که همه اومدن داخل حیاط. نگرانم شدم. خبری نیست، همه جا امن و امانه. خانواده زهرا با هم حرف می زدن. مادر زهرا قرآن می خوند، مادر بزرگ زهرا اسپند دود می کرد. داخل خونه صلوات می فرستادن. منم که گرفتم تخت خوابیدم. صبح که بیدار شدم آبی به دست و صورتم زدم. بی‌صبرانه منتظر بودم که دعانویس رو ببینم. پدر بزرگ زهرا به دعانویس زنگ زد. احوال پرسی کرد. خودشو معرفی کرد. دعانویس هم شناختش. گفت تا ساعت 11 میام. منم که خیلی مشتاق بودم حال دعانویس رو بگیرم، دندون به جگر گرفتم تا بیاد. بالاخره وقت موعود رسید. زنگ در رو زدن. دایی زهرا رفت، در رو باز کرد. احوال پرسی کردن. وارد حیاط شدن. دعانویس یا الله بلند گفت و اومد داخل. ما همه واسه عرض ادب رفتیم داخل حیاط. یه سلام علیکی هم ما کردیم. من دعانویس رو دیدم. یه پیرمرد ریش سفید عینکی که یه نیم کلاه سبزی هم به سر داشت که همه سیدا دارن. قد کوتاهی داشت. لاغر بود. چهره معصومی داشت. به خودم گفتم این آدم قیافش به شیادا نمیخوره. ولی از موقعی که وارد خونه شد چشمش به در زیر زمین بود. دعانویس از پدر بزرگ زهرا خواست بگه جریان چیه. پدر بزرگ زهرا گفت راستش سید جان، بچه ها میگن داخل خونه جن داره. میگن از زیر زمین صدا میاد. شبا داخل حیاط چند تا سایه دیدم. سید گفت شما چیزی دیدید؟ پدر بزرگ زهرا گفت من ندیدم، ولی 2 شب پیش دخترم رفته وضو بگیره واسه نماز. صبحش که بیهوش پیداش کردیم ازش پرسیدیم چی شده. گفته یه زن از پله ها نگاش میکرده. دعانویس هم رفت نشست وسط حیاط، به در نگاه میکرد. بعدش هم رفت داخل زیرزمین و اومد بیرون. میگه اگه نمیترسید بگم چرا اینجوری شده. مادر بزرگ زهرا میگفت بگید نمیترسید. دعانویس میگه این غیر آدمی زادایی که اومدن اینجا عمار منزل شما رو بیرون کردن. خونتون محافظ نداره. به خاطر اینه که دروازه ورود منزل شما شده. عمار المکان به جنایی گفته میشه که در منازل با انسانها زندگی میکنن. خلق و خوی اونا بستگی به انسانایی داره که در اون منزل هستن. مثلا شما اگه آدم مؤمنی باشی، عبادت و تلاوت و قرآن داشته باشی، اجنه‌ای هم که در منزل شما ظاهر یا وارد میشن و با شما زندگی میکنن از جمله روحانی و مؤمن هستن. هم از شما و هم از منزل شما در مقابل نیروهای منفی یا شرور محافظت میکنن و بالعکس. شخصی که همسایه شما هست واسه خونش دعا گرفته از یه شخص بیدین که موکلای اون شخص از جمله کافرین یا ناپاکترین موکلین هستن. همسایه شما دعا رو داخل باغچه خونش دفن کرده. چون باغچه خونش به شما نزدیکه اونا وارد منزل شما هم میشن. زیر زمین هم خلوته. اونا میرن و میان. من باید اول طلسم اون خونه رو باطل کنم.
بعد منزل شما رو حصار کنم. حصار مربع یا مستطیل دور خونتون بزنم که دیگه کسی وارد این مکان نشه. همه از ترس ساکت بودن. ترس داشت از چهره‌هاشون پدیدار میشد که من دیگه طاقت نیاوردم. گفتم الان وقتشه که حال این دعانویسه رو بگیرم. گفتم سید. گفت بله پسرم. خدای شما که به خدا اعتقاد دارین، به کلامش اعتقاد دارید، به بهشت و جهنم اعتقاد دارید، اگه این چیزا واقعی هستش چطوری وجدانتون قبول میکنه از اعتقادات مردم سوء استفاده کنید و سر کارشون بذارید؟ به خاطر چقدر پول اصلا ارزش داره 2 پیرزن و پیرمرد رو بترسونید؟ ببینید چقدر ترسیدن. جن کجا بود؟ آقا پاشو کاسه‌گوزت رو جمع کن، خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه. دست کردم جیبم، 500,000 تومان پرت کردم جلوش. پدر بزرگ زهرا یک کشیده محکم زد تو گوشم. رفت صورت سید رو بوسید، ازش معذرت خواهی کرد. گفت حلالمون کن، این بچه شهری تازه به دوران رسیده نمیفهمه چی میگه سید جان. همه از دستم شاکی بودن. منم اول به خاطر کشیده‌ای که خوردم ناراحت بودم. دوم به خاطر اینکه حال سیده رو گرفتم خوشحال بودم. چون ساکت بود فقط بهم نگاه کرد. سید نشست رو زمین، پولا رو جمع کرد، اومد نزدیک من، پولا رو داد به من، یه دست کشید رو سرم. گفت بنده خدا، من تا حالا از کسی واسه این کار پول نگرفتم. این موهبتیه که خدا به من داده. منم به بنده های خدا کمک میکنم. تا حالا از هیچ کس پول نگرفتم. میرم ولی چند روز دیگه دوباره میام. بعد به همه گفت از دست هم ناراحت نشید، با هم دعوا نکنید، اونا خوشحال میشن، کار اوناست، چون کافرن، شما مسلمان هستین، از رنج شما اونا خوشحال میشن. از دست این جوون ناراحت نشید. من باید برم، یه مقدار وسایل لازم دارم، چند روز آماده میشه، بعدش میام. زهرا با ترس گفت پس ما چی کار کنیم؟ گفت نترسید، اتفاقی نمیافته واسه شما. راستش حرفی که زد منو به فکر برد. همه از دستم شاکی بودن. به درزنم کلی بهم حرف زد که به تو چه ربطی داره؟ اومدی خونه مردم، دست کردی تو جیبت، به اولاد پیامبر پول میدی؟ اصلا کسی از تو پول خواست؟ چرا بهش بی احترامی کردی؟ دیدی چی گفت؟ از ما بهترون اینجا تو زیر زمین اومدن. اگه ناراحت بشه و کاری واسمون نکنه ما چیکار کنیم؟ گفتم داره دروغ میگه بابا جون. اصلا به خاطر اینکه خیالتون راحت بشه من میرم توی زیر زمین میخوابم. اونم گفت هر گویی میخوای بخور، مردی که بی شرف بی وجدان. آدمی که جلوی زبونش رو نتونه بگیره جلوی کونش هم نمیتونه نگه داره. زهرا کلی اراجیف بارم کرد. نگاه کن چقدر دوست داشتن، بهت احترام میذاشتن، خودتو از چشم همه انداختی. لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود. راستش خودمم از کارم ناراحت شدم. رفتم داخل، دست بزرگترا رو بوسیدم، کلی معذرت خواهی کردم. گفتم اصلا میرم از دل سید در میارم، دستشو میبوسم، پاشو میبوسم، از این حرفا. اونا هم کوتاه اومدن. گفتم چند روز ما اینجاییم، امشب همتون مهمون من. رفتم یه مرغ دادم، خورد کردن، آوردم خونه. گفتم امشب دستپخت زهرا خانومو بخوریم. نزدیکای افطار شد، یه افطار ساده کردیم. اونا نماز خوندن، تلویزیون روشن کردن و با هم حرف میزدن. منم رفتم داخل حیاط، منقل رو آماده کردم، داخلش زغال ریختم. با زهرا جوجه ها رو به سیخ زدیم، چند دقیقه حرف زدیم. زهرا رفت شام آماده کنه، سفره رو پهن کنه تا من جوجه بپزم. نشستم روبروی منقل، پشتم به در زیر زمین بود. همه جا ساکت بود و صدای ترکیدن زغالا داشت گوشم رو نوازش میکرد. یهو صدای باز شدن در شنیدم. برگشتم، پشت سرم رو نگاه کردم. دیدم 2 سایه سیاه قد بلند از زیر زمین اومدن بیرون. یواش یواش اومدن نزدیک من. منو میگید. عین میخ قفل شدم، سیخ یه گوشه وایستادم. چشمتون روز بد نبینه. یهو 2 سایه مثل مو شدن، سر تا پا. یواش یواش موها رو کنار زدن. قیافه‌هاشون رو دیدم. 2 زن پیر لاغر سیاه، لخت مادرزاد. صورتاشون انگار سوخته بود. دستای کشیده‌ای داشتن و انگشتای کشیده و ناخنای بلند. چرک از سر و روشون میریخت. از دهنشون آب لزجی بیرون میریخت.
همش میخندیدن و جیغ میکشیدن. منم توان تکون خوردن رو نداشتم. چنان بوی بدی داشتن که از بوی اونا داشتم خفه میشدم. رفتن کنار منقل، کبابا رو با تمام وجود بو میکشیدن و میخندیدن. چنان بو میکشیدن که انگار تا حالا چنین بویی حس نکرده بودن. آخه شنیدین دیگه، اجنه با بو کشیدن خودشون رو سیر میکنن. اونا چیزی نمیخورن که یهو. خب رفقا، پارت اول داستان تا همینجا کافیه. اگه موافقید دوست داشتید داستان رو لایک کنید و چنل رو ساب کنید. اکثر اتفاقای این داستان توی پارت بعدی گفته میشه. پس حتما پیشنهاد میکنم این داستان رو از دست ندید.